تبریک میگم. تو به عنوان نگهبان زندان استخدام شدی. اینجا به خاطر امنیت بالای قله توی منطقه کوهستانی ساخته شده. این یعنی نه تو و نه زندانیا نمیتونین از اونجا خارج شین. 12 دانه نان بدایی به من داده می‌بینی؟ پروازی که تو رو آورده تا 1 ماه دیگه بر نمیگرده. وظایفت ساده است. دوربین ها رو چک کن، توی راهروها گشت بزن و حتما این قوانین رو فراموش نکن. قانون اول: هر شب ساعت 1 یه نگهبان شبیه خودت توی دوربین ظاهر میشه. اگه توی راه رو داشت قدم میزد، زود برق اونجا رو قطع کن. اگه توی برگه ثبت ورود اسمت 2 بار نوشته شده بود، زود آتیشش بزن. یادت نره تو تنها نگهبان اونجایی. قانون دوم: داخل سلول شماره 13 یه نفر زندانیه، ولی اسمش توی هیچ لیستی نیست و هویتی نداره. اگه خواست باهات حرف بزنه به حرفاش گوش بده، ولی اصلا جوابشو نده. بگم والا شاید من دوشم. قانون سوم: اگه توی یکی از راهروها در یه سلول خود به خود باز شد، آروم عقب برو و از اونجا فاصله بگیر. کسی که از اون سلول بیرون میاد لباس زندانی تنشه، ولی زندانی نیست. قانون چهارم: اگه دوباره همون نگهبان رو تو مسیر دیدی، فرار کن و داخل یکی از سلول‌های خالی قایم شو و درو قفل کن. دنبال یه نفر میگرده که جاشو بگیره، ولی مواظب باش اگه سلولی که انتخاب کردی خالی نباشه، دیگه صبح فردا رو نمیبینی. موفق باشی.